یک 3-4 سال میشه که همین تاجیکا هوشیار شده. از این پیش هوشیار نبود. دروغ نمیگم، برو آقای تپرسان که یک افغان، یک تاجیک، یک ازبک از خدا رزق طلبیست. خوب متوجه باشی. در وطن ما شما افغان زیاد است. افغان اگر که بخوای رزق افغان طرف آسمان سعی که خدای در مطلع که یک چفلی که رزق خودم پیدا میکنم. سعی که کارگر مردم است. ازبک اگر که تو رزق بخوای، ازبک خدایا از بدخشان تا مزار میمنه قطعا در دست ازبک زمینی و نورش هنوزم دم خد در دست چیزی که کارگر است. تاجیک اگر که تو بخوای، تاجیک صبح که چای آخر آمد در مچه شش خدایا چی کنم گفت پیشین 12 بجه شد، پس رفت چایش آخر تا با چایش آخر آمد با آمد 6 با بیگه شد. خدایا چی کنم گفت با خیس رفت. چقدر چی کنم در تاجیک هیچی نویست. اگر دروغ میگم بگوین آقا که گفتو خدا پر پلا. عالی ما همینجا تاجیک دادن نمیگه دور روی خودت، ما هم دور روی خودت آخی دیگه چی بخوایم. یک 3-4